سلام به شما که با ما همراهید. راستش رو بخواید گاهی اوقات دنبال کردن سرعت تغییرات تکنولوژی مثل این میمونه که بخواید سوار یه قطار سریع السیر شید که داره با سرعت رد میشه. دقیقاً همینطوره. هوش مصنوعی، رباتیک، پیشرفت‌های پزشکی، اینها دیگه فقط کلمات قلم به سلمبه نیستن. دارن یعنی بافت زندگی روزمره ما رو عوض میکنن. بله و این سرعت و عمق نفوذ فناوری خب موضوع اصلی بحث امروز ماست. قراره با هم یه جورایی شرجه بزنیم توی افکار یکی از خب میشه گفت بحث برانگیزترین آینده پژوهان جهان، ری کورزوایل. و کتاب مهمش هشدار آینده. این کتاب در واقع بر اساس تحلیل‌ها و پیشبینی‌های کورزوایل درباره مسیریه که فناوری داره ما را میبره. ری کورزوایل همون مخترع و آینده پژوه معروف که به خاطر پیشبینی‌های خیلی جسورانه و گاهی یکم عجیبش در مورد آینده فناوری خب شناخته شده است. بسیار خوب، اسطوره اصلی این کتاب چیه؟ فقط یه لیست از تکنولوژی‌های جدیده یا حرف عمیق‌تری داره؟ نه، خیلی عمیق‌تره. ببینید، کورزوایل صرفاً یه لیست از فناوری‌های جذاب، مثلا رباتیک، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و به خصوص هوش مصنوعی ارائه نمیده. خب اون داره نبض این روندا رو میگیره. تحلیل میکنه که چطور اینها با هم ترکیب میشن و یه آینده‌ای رو میسازن که ممکنه با تصورات فعلی ما خیلی فرق کنه. پس اسم کتاب بی دلیل هشدار نیست؟ دقیقاً، چون کورزوایل معتقده در کنار تمام این فرصت‌های شگفت‌انگیز خطرات، حتی خطرات وجودی هم در این مسیر هست. پس فقط یه خوشبینی ساده نسبت به تکنولوژی نیست. چه سوالای کلیدی رو مطرح میکنه که ما رو، شما شنونده رو به فکر بندازه؟ سوالای واقعا بنیادینی میپرسه. مثلا اینکه آیا ما، یعنی بشر، واقعا آماده ایم که افسار این قدرت عظیم و بی سابقه رو دستمون بگیریم؟ سوال خوبیه. آیا ظرفیت مدیریت اخلاقی و اجتماعی این ابزارهای جدید رو داریم؟ و مهمتر از اون، با ظهور ماشین‌هایی که خب شاید از ما باهوش‌تر بشن، چه به سر جامعه میاد؟ اقتصاد چی میشه؟ حتی معنای انسان بودن؟ اینها سوالات واقعا سنگینی هستن، به خصوص که داریم میبینیم اینها دیگه فقط بحثای تئوریک تو کتابا نیستن. درسته. همین الانش هوش مصنوعی تو تصمیم گیری های مالی، پزشکی، حتی شخصی ما نقش داره. چرا انقدر حیاتیه که به این تحلیل ها و هشدارهای کورزوایل توجه کنیم؟ اهمیتش اینه که بفهمیم این موج فقط فنی نیست. این نکته‌ایه که کورزوایل خیلی روش تاکید میکنه. این یه جور سونامی اقتصادی، اجتماعی و حتی فلسفیه. سونامی؟ بله، صحبت فقط سر گوشی‌های جدیدتر یا ماشین‌های سریعتر نیست. صحبت سر آینده معیشت میلیون‌ها نفر، ساختارهای قدرت جهانی، نابرابری و شاید حتی تعریف ما از آگاهی و هویت باشه. برای شما که میخواید تو این دنیای متغیر خب عقب نمونید، فهمیدن این روندها دیگه یک انتخاب نیست، یه ضرورته. کاملا مشخصه که موضوع چقدر مهمه. پس هدف ما از این بررسی عمیق امروز چیه؟ میخوایم شما شنونده عزیز در پایان این گفتگو به چه درکی برسید؟ هدف اینه که شما رو با نقشه راهی که کورزوایل برای آینده ترسیم کرده آشنا کنیم. البته با یه نگاه نقادانه. نمیخوایم فقط حرفاشو تکرار کنیم. خب؟ میخوایم با هم کالبد شکافی کنیم که فرصتهای واقعی کجا هستن و تهدیدهای جدی چیا هستن. سوال اصلی اینه: آیا این آینده یه اوتوپیای پر از رفاه و دانشه یا یه دیستوپیای ترسناک از بیکاری و کنترل؟ و اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ دقیقاً. و مهمتر این که چطور میتونیم چه به عنوان یه فرد چه به عنوان جامعه خودمون رو برای این آینده که خب خیلی هم ناشناخته است آماده کنیم. عالیه. پس بیایید اول چارچوب اصلی استدلال کورزوایل رو بررسی کنیم. بعدش عمیق‌تر بشیم تو پیشبینی‌های مشخصش در مورد حوزه‌های کلیدی مثل هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی و ببینیم اینها چه معنایی برای اقتصاد جهانی و زندگی تک تک ما داره. آماده اید که عمیق بشیم؟ حتما. ببینید، نقطه شروع تحلیل کورزوایل درک ماهیت دوگانه این فناوری‌های نوظهوره. هوش مصنوعی، رباتیک، نانوتکنولوژی که یعنی کار با مواد در سطح اتمی برای ساخت چیزهای شگفت‌انگیز و بیوتکنولوژی
همشون مثل یه سکه دو هستن. دو رو یعنی چی؟ یعنی یک روشون پتانسیل حل بزرگترین مشکلات بشره، روی دیگرشون چالش‌های بی سابقه، هم فرصت هم تهدید. این دوگانگی رو کمی ملموس‌تر کنیم. مثلا در مورد هوش مصنوعی و رباتیک که الان خیلی بحثش داغه، کورسوایل دقیقاً روی چه چیزی انگشت میگذاره؟ تهدید اصلی چیه به نظرش؟ تمرکز اصلی کورسوایل روی چیزیه که خودش بهش میگه شتاب گیرنده توی توانایی ماشین‌ها. اون معتقده ما در آستانه دورانی هستیم که ماشین‌ها و الگوریتم‌ها نه فقط کارهای تکراری و فیزیکی، خب این که الان هم هست تا حدی. درسته، ولی به طور فزاینده کارهای شناختی و خلاقانه رو هم بهتر از انسان انجام خواهند داد. این فقط جایگزینی کارگر خط تولید با ربات نیست. داره میره سمت تحلیلگر مالی، پزشک، حتی هنرمند. اینها هم میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی همیشه این بحث بوده که تکنولوژی شغلای قدیمی رو از بین میبره، ولی خب شغلای جدیدی هم ایجاد میکنه. آیا کورسوایل اینو قبول نداره؟ چی باعث میشه فکر کنه این دفعه فرق داره؟ سوال بسیار مهمیه. کورسوایل لزوماً این اصل رو رد نمیکنه، اما روی دو نکته کلیدی تاکید داره. یکی سرعت، یکی گستردگی. سرعت و گستردگی. بله، اون معتقد سرعت پیشرفت هوش مصنوعی به قدری زیاده که سیستم‌های آموزشی و اقتصادی ما فرصت تطبیق پیدا نمی‌کنن. نمی‌رسن به اندازه کافی شغل جدید با مهارت‌های متفاوت ایجاد کنن. و گستردگیش هم بی سابقه است، چون هوش مصنوعی داره به توانایی‌های عمومی نزدیک میشه. یعنی میتونه طیف وسیعی از کارها رو یاد بگیره، نه فقط یک کار خیلی تخصصی. میشه با مثال توضیح بدید این جایگزینی شغل در مقیاس وسیع رو کجاها میتونیم ببینیم یا پیش بینی میکنه ببینیم؟ یه مثال خیلی واضح، خودروهای خودرانن. اینها فقط ماشین نیستن، پلتفرم‌های هوش مصنوعی متحرکن. درسته. کورسوایل میگه این تکنولوژی میتونه حمل و نقل رو امن‌تر و کارآمدتر کنه، ترافیک رو کم کنه، کلی زمان برای ما آزاد کنه. عالیه نه؟ بله، به نظر خوب میاد. اما در عین حال معیشت میلیون‌ها راننده تاکسی، کامیون، اتوبوس رو مستقیما تهدید میکنه. این فقط یه مثال از صنایعیه که در معرض یه دگرگونی کامل قرار دارن. و حتما مثالای دیگه‌ای هم هست. بله، یا به اتوماسیون پیشرفته تو کارخونه ها نگاه کنید. ربات هایی که با دقت و سرعت فوق‌العاده کار میکنن. هزینه تولید رو پایین میارن، ولی همزمان نیاز به نیروی انسانی رو تو بخش تولید به شدت کم میکنن. پس هشدار اصلی کورسوایل تو این زمینه فراتر از اون بیکاری معمولیه که با هر تکنولوژی جدیدی میاد. یه جور شوک ساختاری به بازار کاره؟ دقیقاً. اون از احتمال بیکاری فناورانه در مقیاسی صحبت میکنه که شاید قبلا ندیدیم و این میتونه نابرابری رو به شدت زیاد کنه. چطور؟ ریارداران میتونن بهره‌وری خودشون رو به طور نجومی بالا ببرن، در حالی که بخش بزرگی از جامعه ممکنه عقب بمونن و مهارت‌هاشون خب بی‌ارزش بشه. این تبعات اقتصادی قطعاً روی جامعه هم تأثیر میگذاره. کورسوایل به پیامدهای اجتماعی این شکاف هم اشاره میکنه؟ بله، خیلی هم جدی. یکی از نگرانی‌هاش اینه که این فناوری‌ها میتونن شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی که الان هست رو انگار سیمانی کنن یا حتی عمیق‌ترش کنن. یعنی چی؟ فکر کنید به دنیایی که دسترسی به بهترین خدمات پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی یا آموزش‌های شخصی سازی شده توسط الگوریتم‌ها یا حتی ابزارهای افزایش توانایی‌های شناختی فقط برای اقلیت ثروتمند ممکن باشه. خب این که تا حدی الان هم هست. درسته، ولی ممکنه خیلی شدیدتر بشه. این میتونه به ایجاد طبقات جدیدی منجر بشه که تفاوت‌هاشون دیگه فقط مالی نیست، بلکه حتی بیولوژیکی یا شناختیه. این تصویر یکم ترسناکیه، ولی گفتید کورسوایل فقط هشدار نمیده و به فرصت‌ها هم نگاه میکنه. تو زمینه بیوتکنولوژی وضعیت چطوره؟ آیا اونجا امید بیشتری وجود داره؟ قطعاً. کورسوایل در مورد بیوتکنولوژی خیلی خوشبینه. معتقد اینجا پتانسیل‌های انقلابی برای بهبود زندگی بشر وجود داره. مثلا؟
اون میگه ما داریم وارد عصری میشیم که میتونیم زیست شناسی رو مثل نرم افزار برنامه ریزی کنیم، ویرایش کنیم. ویرایش زیست شناسی مثل نرم افزار؟ این یعنی چی دقیقاً؟ تا کجا میتونیم پیش بریم با این نگاه؟ خب کرزوایل خیلی بلند پروازه. تا جایی پیش میره که پیشبینی میکنه ما به زودی قادر خواهیم بود بسیاری از بیماری‌های مهلک، مثلا انواع سرطان، بیماری‌های قلبی، آلزایمر و حتی خود فرایند پیری رو در سطح مولکولی هدف قرار بدیم. پیری رو؟ بله، و اساساً اونها رو شکست بدیم یا به شدت به تعویق بندازیم. تکنیک هایی مثل کریسپر که امکان ویرایش دقیق ژن‌ها رو میده، از نظر اون فقط اول راهه. صحبت از افزایش چشمگیر طول عمر مفید و سالم انسانه. این واقعا شگفت‌انگیزه. تصور دنیایی بدون ترس از این بیماری‌ها. ولی آیا این پیشرفت‌ها خودشون چالش‌های جدیدی ایجاد نمی‌کنن؟ مثلا همین افزایش طول عمر چه تأثیری روی منابع زمین یا ساختارهای اجتماعی میگذاره؟ سوال کاملاً بجاییه. کارزوایل خودش هم این چالش‌ها رو نادیده نمیگیره، هرچند تمرکزش بیشتر روی پتانسیلاست. قطعاً افزایش شدید جمعیت سالمندان، فشار روی منابع، نیاز به بازتعریف مفاهیمی مثل بازنشستگی و مسائل اخلاقی. دقیقاً. و البته مسائل اخلاقی مربوط به بهسازی انسان و اینکه چه کسی به این فناوری‌ها دسترسی داره و چه کسی نداره. اینها همگی چالش‌های عظیمی هستند که باید بهشون فکر کرد. این دوباره همون ماهیت دوگانه است که گفتم. پس حتی تو خوشبینانه‌ترین سناریوها هم انتخابای سختی پیش رو داریم. بیایید برگردیم به هوش مصنوعی که به نظر میرسه موتور محرک اصلی این تحولات باشه. کرازوایل آینده نزدیک هوش مصنوعی رو چطور میبینه؟ خیلی فراتر از چیزی که الان داریم؟ خیلی فراتر. اون معتقد پیشرفت‌های فعلی در یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، یعنی همین توانایی کامپیوترها تو فهم و تولید زبان انسان، مثل کاری که ما الان میکنیم، و بینایی کامپیوتری، اینا تازه مقدمه چینی برای جهش‌های خیلی بزرگتره. چه جهشی؟ کرزوایل از رسیدن به هوش مصنوعی قوی یا AGI صحبت میکنه، یعنی هوشی همسط یا حتی فراتر از انسان که میتونه هر کار فکری که یه انسان قادر به انجامشه رو انجام بده. هوش مصنوعی قوی AGI، این همون چیزی که تو فیلم‌های علمی تخیلی میبینیم. چقدر بهش نزدیکیم و قراره چه کارایی بکنه؟ خب کرزوایل و بعضی دیگه از آینده پژوهان معتقدن ممکنه تا چند دهه آینده بهش برسیم. البته اختلاف نظر زیاده ها. خب طبیعیه. ولی پتانسیلش اینه که هوش مصنوعی دیگه فقط ابزار نباشه، خودش تبدیل به عامل تصمیم گیرنده بشه. نه فقط تو کارهای مشخص، بلکه تو مدیریت سیستم‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و حتی علمی. مدیریت اقتصاد توسط هوش مصنوعی میشه بیشتر توضیح بدید؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ الان هم الگوریتم‌ها نقش بزرگی تو بازارهای مالی دارن، درسته؟ بله. کرزوایل این روند رو تعمیم میده. تصور کنید یه هوش مصنوعی فوق پیشرفته که بتونه تمام داده‌های اقتصادی جهان رو تحلیل کنه، الگوهای پیچیده‌ای رو کشف کنه که از چشم انسان پنهانه و بعد سیاست‌های بهینه‌ای رو برای رشد اقتصادی، کنترل تورم یا تخصیص منابع پیشنهاد بده یا حتی اجرا کنه. این پتانسیل هم خب وسوسه انگیزه و هم راستش خیلی نگران کننده. دقیقاً نگران کننده، چون کنترل از دست ما خارج میشه. چه چالش‌های مشخصی برای این آینده هوش مصنوعی وجود داره؟ چالش‌ها چند لایه هستن. اول همون بحث بیکاریه که شدیدتر میشه. اگه هوش مصنوعی بتونه کارهای مدیریتی و استراتژیک رو هم انجام بده، دیگه فقط کارگران یا کارمندان رده پایین نیستن که شغلشون تهدید میشه. یعنی مدیران هم در خطرن؟ بله. دوم، مسائل مربوط به کنترل و ایمنیه. چطور مطمئن بشیم که یه هوش فوق‌العاده قدرتمند همیشه در راستای منافع بشریت عمل میکنه، از کنترل خارج نمیشه؟ این مشکل کنترل یکی از بزرگترین دغدغه‌های این حوزه است. و مسائل اخلاقی چطور؟ با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی اینها هم پیچیده تر میشن حتما؟ به شدت. فرض کنین هوش مصنوعی تو سیستم قضایی استفاده بشه برای تعیین احتمال این که یه نفر دوباره جرم مرتکب میشه یا نه، یا حتی برای صدور حکم. عجب.
خب اگر الگوریتم‌ها بر اساس داده‌های تاریخی آموزش دیده باشن که خودشون حاوی سوگیری‌های اجتماعی هستن، مثلا نژادی یا جنسیتی، ممکنه این سوگیری‌ها رو بازتولید و حتی تشدید کنن. فاجعه است. یا در مورد سلاح‌های خودکار مجهز به هوش مصنوعی که میتونن بدون دخالت انسان تصمیم به کشتن بگیرن. کی مسئولیت اخلاقی این تصمیم‌ها رو به عهده داره؟ الگوریتم، سازندش، فرماندهی که اون رو به کار گرفته؟ اینها سوالاتیه که جواب آسونی نداره واقعاً. ابعاد گسترده و ترسناکی داره. اما در کنار این نگرانی‌ها حتما کورزوایل به پتانسیل‌های مثبت این هوش مصنوعی پیشرفته هم اشاره می‌کنه، وگرنه خیلی ناامید کننده می‌شد. بله حتما. و این بخش هیجان انگیز ماجراست. اون معتقد هوش مصنوعی پیشرفته میتونه کلید حل بسیاری از مشکلات بزرگ و پیچیده جهانی باشه. مشکلاتی که انسان به تنهایی از پسشون بر نیومده. مثل چی؟ چه مشکلاتی رو میتونه حل کنه؟ مثلا تو حوزه سلامت، هوش مصنوعی میتونه به کشف داروهای جدید با سرعتی که الان باورش سخته کمک کنه. تشخیص بیماری‌ها رو تو مراحل خیلی اولیه ممکن کنه، درمان‌های کاملاً شخصی سازی شده برای هر فرد ارائه بده. خب این عالیه. یا مثلا تو زمینه تغییرات اقلیمی، میتونه به مدل سازی دقیق‌تر آب و هوا کمک کنه، شبکه‌های انرژی تجدیدپذیر رو بهینه‌سازی کنه و راه حل‌های نوآورانه برای جذب کربن پیدا کنه. پس کاربردهای محیط زیستی هم داره. بله. یا تو علم میتونه حجم عظیمی از داده‌های علمی رو تحلیل کنه و به اکتشافات جدیدی منجر بشه که شاید با روش‌های سنتی ده‌ها طول می‌کشید. پس باز هم همون تقابل عظیم فرصت و خطر. با این چشمانداز پیچیده، توصیه نهایی کرزوایل برای ما چیه؟ برای شما شنونده چیه؟ چطور باید خودمونو برای این آینده آماده کنیم؟ توصیه اصلیش یک کلمه است: آمادگی. اون معتقد ما نمیتونیم جلوی این موج رو بگیریم، مثل سونامی که گفتم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور موج سواری کنیم. موج سواری؟ چطور؟ این آمادگی باید تو 2 سطح اتفاق بیفته، یکی فردی، یکی اجتماعی. آمادگی در سطح فردی یعنی چی؟ یعنی شما شنونده عزیز الان باید چه کاری انجام بدید؟ یعنی باید پذیرای یادگیری مداوم باشید. مهارت‌هایی که امروز داریم ممکنه 10 سال دیگه کافی نباشن. باید روی توسعه مهارت‌هایی تمرکز کنیم که ماشینا به این زودی‌ها نمیتونن تو اونها از ما بهتر بشن. چه مهارت‌هایی مثلا؟ تفکر انتقادی، خلاقیت، هوش هیجانی، توانایی حل مسئله‌های پیچیده، کار تیمی، اینا چیزاییه که هنوز وجه تمایز انسانه. و البته یادگیری اصول کار با ابزارهای جدید مثل تحلیل داده‌ها، درک پایه‌ای از هوش مصنوعی، اینا اهمیتشون روز به روز بیشتر میشه تا بتونید تو محیط کار آینده همچنان ارزشمند باشید. و در سطح اجتماعی چطور؟ وظیفه دولت‌ها و نهادها چیه؟ در سطح اجتماعی نیاز بازنگری‌های اساسی داریم. باید در مورد قوانین و مقررات مربوط به توسعه و استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی گفتگوهای جدی داشته باشیم. همین الان باید شروع کنیم. یعنی قبل از اینکه دیر بشه. دقیقاً. باید به فکر ایجاد شبکه‌های حمایتی برای افرادی باشیم که شغلشون از دست میدن. شاید نیاز به بازنگری کلی تو نظام‌های آموزشی باشه تا نسل بعد رو برای دنیای کاملاً متفاوت آماده کنیم. و باید روی ایجاد چارچوب‌های بین‌المللی برای مدیریت ریسک‌های این فناوری‌ها کار کنیم، چون این یه چالش جهانیه. خب فکر می‌کنم تصویر نسبتاً کاملی از دیدگاه‌های کرزوایل و پیچیدگی‌های آینده‌ای که ترسیم می‌کنه به دست آوردیم. یه جورایی هم هیجان انگیز هم نگران کننده. بله، سعی کردیم تو این بررسی به قلب استدلال‌های ری کرزوایل تو کتاب هشدار آینده نفوذ کنیم. دیدیم که فناوری‌های نوظهور به خصوص هوش مصنوعی پتانسیل دگرگونی کامل تمدن بشری رو دارن. هم برای اتفاقات خوب، بله، هم برای رسیدن به پیشرفت‌های رویایی تو علم، سلامت و رفاه و هم برای ایجاد چالش‌های بی‌سابقه تو زمینه اشتغال، نابرابری، اخلاق و حتی کنترل سرنوشتمون. نکته کلیدی اینه که به قول کرزوایل آینده هنوز نوشته نشده. یعنی اینطور نیست که همه چی از پیش تعیین شده باشه. دقیقاً.
انتخابای امروز ما به عنوان فرد، جامعه و کلاً گونه بشر مسیر این فناوری‌ها رو تعیین می‌کنه. آگاهی، گفتگوی باز و اقدام مسئولانه تنها راه برای هدایت این قدرت عظیم به سمت آینده بهتره. دقیقاً. و حالا این بحث رو می‌خوایم به سمت شما بکشونیم، شما که دارید گوش میدید. نظر شما درباره این آینده چیه؟ آیا شما هم مثل کروسوایل فکر می‌کنید در آستانه یک تحول بنیادی هستید؟ بیشتر هیجان زده اید یا نگران؟ بله، و مهمتر از همه فکر می‌کنید چقدر برای رویارویی با این تغییرات تو زندگی شخصی و حرفه‌ای خودتون آماده اید؟ خیلی مایلیم دیدگاه‌ها و تجربیات شما رو بشنویم. به اشتراک گذاشتن نظراتتون میتونه این بحث رو خیلی غنی‌تر کنه و به همه ما کمک کنه تا بهتر مسیر پیشرو رو درک کنیم. و به عنوان یه سوال نهایی برای اینکه ذهنتون رو حسابی درگیر کنه، اگر هوش مصنوعی به جایی برسه که نه تنها وظایف پیچیده، بلکه قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلیدی رو هم بهتر از ما انجام بده، اون وقت چه چیزی به عنوان گوهر منحصر به فرد انسانیت باقی میمونه؟ سوال عمیقیه. چه چیزی ما رو ما میکنه وقتی ماشین‌ها تو خیلی از عرصه‌ها از ما پیشی گرفتن؟ شاید پاسخ به این سوال مهمترین چالش فلسفی قرن 21 باشه. بسیار ممنونیم که در این بررسی عمیق با ما همراه بودید. امیدواریم این گفتگو جرقه‌هایی از آگاهی و تأمل رو در ذهن شما روشن کرده باشه. تا گفتگوی بعدی در پناه اندیشه و آگاهی باشید. خدا نگهدار.